من به عنوان یک تراپیست خیلی تاکید میکنم روی رابطه ها. اساسا فکر میکنم که انسان ها موجودات روابطی هستند، یعنی هویت ما بر اساس روابطی است که ما در آن تعریف میشیم. حتی احساسات ما، افکار ما از این رابطه ها به وجود میاد. حالا تو این رابطه میتونه هر کسی باشه، همسرمان، فرزندانمان، اقوام، پدر و مادر، فامیل و حتی شخصیت های مذهبی و حتی خداوند و حتی ایده های مثلا وطن پرستی. ایناست که این احساسات در ما برانگیخته میکنن. حتما برای شما هم پیش آمده که مثلا قبل از ورود به یک رابطه احساس میکنید که همه چیز تحت کنترل و تحت تاثیر هیجانات خود قرار نمیگیرید، اما درست وقتی که وارد یک رابطه میشید، یک رابطه مثلا رمانتیک و جدی و یا وقتی ازدواج میکنید، وقتی است که موجی از احساسات شما را درگیر خود میکنه. و این نکته بسیار مهمه، چون به ما میگه که احساسات ما از رابطه ما به وجود میاد، مثل ترس، نگرانی، غم، خشم، احساس تنهایی. و به خاطر همینه که اونایی که مثلا از افسردگی و اضطراب رنج میبرند همیشه از روابط دوری میکنن، چون از اون احساساتی که این رابطه میاره میترسن. پس رابطه ما مثل آینه‌ایه که ما خود رو در اون میبینیم و آسیب هایمون هم در اون میبینیم. اون چیزایی که از خودمون پنهان میکنیم در رابطه ما با یکی دیگر، مخصوصا همسرمون، اون آسیب هایمون رو مشاهده میکنیم. هدف نهایی همه ما داشتن یک رابطه امن. بنابراین در جلسات فردی یا زوجی یا فامیلی ما به جای جنگیدن و یا عقب نشینی از این احساسات یاد میگیریم که چطور اول این احساسات رو تجربه کنیم، قبولش کنیم و بیانشون کنیم در اون فضای امنی که تراپیست برای شما فراهم میکنه.